تا حالا دقت کردی بعضی آدم‌ها بدون اینکه داد بزنن یا خواهش کنن فقط با عقب کشیدن خودشون همه چیز رو تغییر میدن؟ اونا سکوت میکنن، کنار میکشن و یهو فضا عوض میشه. انرژی تغییر میکنه. آدم‌ها شروع میکنن دنبالشون رفتن، سوال پرسیدن و حتی دست پاچه شدن. حالا فکر کن تو هم همین کار رو انجام بدی. اگه به جای واکنش سریع سکوت رو انتخاب کنی، اگه به جای انفجار عقب نشینی کنی، چی میشه؟ اینجاست که همه چیز عوض میشه. وقتی همیشه در دسترس نباشی، وقتی خودت رو عقب بکشی، اطرافیان به بحران میافتن، چون سالها یاد گرفتن تو رو با واکنشات کنترل کنن. اما روزی که تو دیگه واکنش نشون ندی، بازی عوض میشه. اونایی که فکر میکردن میشناسنه تازه میفهمن هیچی ازت نمیدونن. یونگ یه جمله معروف داره: هر چیزی که در دیگران ما رو عصبانی میکنه میتونه باعث بشه خودمون رو بهتر بشناسیم. حالا اینو بذار کنار رفتار خودت. وقتی غیر قابل دسترس بشی، کی به هم میریزه؟ کی عصبانی میشه؟ کی شروع میکنه به تحریک کردن تو فقط برای اینکه ازت واکنشی بگیره؟ اینا خیلی بیشتر از اینکه درباره تو چیزی بگن، درباره اون آدم هاست. و مهمتر از همه نشون میده تو هنوز داری بدون اینکه بفهمی انرژیت رو میدی دست بقیه. تو مدام برای راضی کردن دیگران خودت رو خرج میکنی، برای حفظ آرامش، برای از دست ندادن کسایی که عملاً هیچ وقت واقعاً کنارت نبودن. هر بار با یه بله اجباری، هر واکنش فوری، هر توضیح اضافه یه تکه از انرژیت رو میدی. آخرش چی میمونه؟ خستگی، ناامیدی و یه خلأ عجیب. میدونی چرا؟ چون تو زیادی در دسترس کسایی هستی که حتی یک دقیقه سکوتت رو هم لایق نیستن. این حرفا درباره پشت کردن به دنیا نیست، درباره انتخاب کردنه، درباره انتخاب خودته، درباره همون چیزی که یونگ اسمش رو گذاشته فردیت، یعنی کامل و اصیل شدن. این مسیر از لحظه‌ای شروع میشه که بفهمی سکوتت میتونه قوی‌تر از 1000 تا بحث باشه. عقب نشینی وقتی از آگاهی میاد، نه از فرار، یه حرکت قدرتمنده. حالا ازت میپرسم، تا کی میخوای عروسک خیمه شب بازی دیگران باشی؟ تا کی میخوای هر بار یکی زخمت رو فشار داد تو طبق عادت بهش واکنش نشون بدی؟ شاید وقتش ریسمونها رو قیچی کنی، وقتش خودت رو تبدیل به یه معما کنی. چون وقتی دیگه همیشه حاضر و آماده نباشی، همه چیز تغییر میکنه. از بچگی بهمون یاد دادن همیشه در دسترس باشیم، سریع جواب بدیم، بله بگیم و بقیه رو راضی کنیم. اما یه حقیقت تلخ این وسط هست: این همیشه در دسترس بودن فضیلت نیست، زندانه. تا وقتی فکر کنی ارزش تو به اینه که همیشه آماده باشی، داری خودت رو میدی دست دیگران. اون وقت آدما به جای دیدن تو فقط ازت استفاده میکنن. یونگ درباره پرسونا یا همون نقابی که به چهره میزنیم حرف میزد. این نقاب برای پذیرفته شدن، برای دوست داشته شدن و تایید شدنه. همین نقاب باعث میشه زیادی در دسترس باشی. وقتی خسته ای میگی اشکال نداره، وقتی بی‌حوصله ای جواب همه رو میدی، خودت رو توجیه میکنی، توضیح میدی، دفاع میکنی، انگار به دنیا بدهکاری. اما واقعیت اینه که با هر بار قرار گرفتن روی صحنه بقیه، از صحنه زندگی خودت محو میشی. این همیشه در دسترس بودن یه جور خیانت به خودته، یه جور خودت رو راضی نکردن و بهای این کنترل آرامش و انرژیت میشه. انرژی که محدود و ارزشمنده. آدم‌هایی که ازت توقع دارن همیشه حاضر باشی تو رو به خاطر خودت نمیخوان. اونا فقط چیزی رو که براشون فراهم میکنی رو میخوان: تایید، همراهی، سرگرمی و دلگرمی. اما وقتی تغییر کنی، وقتی مرز بذاری، وقتی سکوت کنی، همونا میگن تو عوض شدی، تو سرد شدی. نه، واقعیت اینه که تو دیگه براشون کاربردی نیستی. و اینجاست که باید بدونی هرچی در دسترس تر باشی، ارزش کمتری داری. چون چیزی که زیادی باشه به چشم نمیاد، چیزی که همه وقت حاضر باشه بی ارزش میشه. پس حالا از خودت بپرس واقعا کی لایق وقت و توجه توئه؟ کی ارزش حضورت رو داره؟ ولی قبل از اینکه جواب بدی باید یه نکته رو بفهمی. چرا ما اینقدر واکنش نشون میدیم؟ چرا اینقدر زود کوتاه میایم؟ چرا اینقدر راحت میخوایم همه چیز رو توضیح بدیم و همه رو راضی کنیم؟ یونگ جوابش رو میده: چون پای انرژی روانی وسطه. ذهن ما یه سیستم انرژیه. هر فکر، احساس، هر عمل بخشی از این انرژی رو مصرف میکنه. حالا سوال اینجاست: تو خودت انتخاب میکنی انرژیت کجا خرج بشه یا دنیا به جاش برات تصمیم میگیره؟ هر بار که فوری واکنش نشون میدی داری انرژیت رو هدر میدی. به انتقادهای بی ارزش جواب میدی، به تحریک‌های الکی واکنش نشون میدی، وارد بحث‌های بی‌حاصل میشی، دنبال راضی کردن آدم‌هایی هستی که اصلاً برات ارزش قائل نیستن. اینا همه دزدهای انرژی هستن. یونگ میگه چیزی که در برابرش مقاومت کنی بیشتر موندگار میشه. هرچی بیشتر واکنش نشون بدی بیشتر گیر میافتی. آدم‌هایی که همیشه خسته و بی‌حوصله‌ان ضعیف نیستن، فقط انرژیشون رو جای خرج کردن که هیچ برگشتی نداشته. و وقتی خسته‌ای آسیب پذیر میشی. اینجاست که آدم‌های فرصت طلب وارد میشن. اونا
لازم نیست داد بزنن یا بهت زور بگن، فقط کافیه دکمه‌های احساس تو فشار بدن و تو واکنش نشون میدی. همیشه یونگ به چیزی اشاره میکنه به اسم فرافکنی، یعنی آدما چیزایی رو که نمیتونن در خودشون ببینن رو روی تو میندازن. و نکته اینجاست، وقتی تو زیادی در دسترس باشی خودت رو تبدیل میکنی به بوم خالی برای این فرافکنی ها. اون دوستت که فقط وقتی به هم ریخته هست سراغت میاد، اون شریک زندگیت که همیشه میخواد تو روزش رو نجات بدی، اون آدمی که تا وقتی براش مفید باشی تحسینت کنه، اینا تو رو نمیخوان، فقط نقشی که براشون بازی میکنی رو میخوان. و چرا تو قبول میکنی که این نقش ها رو بازی کنی؟ چون میترسی ناامیدشون کنی، میترسی دوستت نداشته باشن، میترسی تنها بمونی و این دقیقاً بهترین زمین برای بازی یک آدم کنترلگره. اما همه چیز وقتی نابود میشه که تو دیگه واکنش نشون ندی، بگی نه، وقتی با سکوت جواب بدی، وقتی عقب بکشی به جای اینکه خودت رو توضیح بدی، اون ماسکی که بقیه روی صورتت گذاشته بودن میفته و این برای خیلی‌ها غیر قابل تحمله، چون حالا باید با خودشون روبرو بشن و خیلی‌ها حاضر به روبرو شدن با خودشون نیستن. اینجاست که سکوتت براشون تهدید میشه، چون سکوت تو سر و صدای درونی خودشون رو بالا میاره و این آزارشون میده. برای همین شروع میکنن به حمله، انتقاد، به ایجاد درام، نه چون تو اشتباه کردی، بلکه چون دیگه براشون آینه راحتی نیستی. یونگ میگه آدما با تصور نورانی شدن به آگاهی نمیرسن، بلکه با روبرو شدن با تاریکی درونشون این اتفاق میفته و این همون چیزیه که سکوت تو ایجاد میکنه. اما این مسیر راحت نیست. باید آماده باشی که مورد قضاوت، حتی طرد یا حمله قرار بگیری. باید بتونی با سکوتی که بعدش میاد کنار بیای. اما دقیقاً همون سکوت منشأ قدرت جدیده. سکوتی که حرف نداره اما حضورتو پررنگتر از همیشه نشون میده. سکوتی که باعث میشه به جای اینکه توی بازی بقیه بمونی، قوانین بازی رو عوض کنی. این سکوت تسلیم نیست، تسلطه، انتخاب آگاهانه برای نپریدن وسط هر جنگ بی‌ارزش. و همین سکوت مقدمه یک تولد جدیده. وقتی سکوت میکنی تازه میبینی، الگوها رو میفهمی، بازیهای تکراری رو میفهمی، خودت رو میشناسی. اینجاست که انرژیت رو جمع میکنی، حضورت قوی‌تر میشه و وقتی این اتفاق بیفته دیگه هیچ کس راحت نمیتونه ازت سوء استفاده کنه. اما باید آماده باشی برای هزینه‌هاش. خیلی‌ها میگن سرد شدی، خیلی‌ها میگن مغرور شدی، اما حقیقت اینه که اونا فقط دیگه نمیتونن از تو استفاده بکنن. یونگ میگه برای رسیدن به خود واقعی باید دوره‌ای بری توی انزوا، اما نه انزوای افسرده، یه جور خلوت مقدس، جایی که دوباره صدای خودت رو بشنوی، هویتت رو بازسازی کنی، نه از نگاه بقیه بلکه از درون خودت. میخوای بدونی واقعا داری رشد میکنی یا نه؟ نگاه کن ببین کی ازت فاصله میگیره وقتی بیشتر سکوت میکنی، کی شروع میکنه اذیت کردنت وقتی واکنشی نشون نمیدی، کی بهت میگه عوض شدی وقتی فقط داری از خودت محافظت میکنی. این نشونه ها ثابت میکنن که داری آزاد میشی. اولش سخته، عذاب وجدان میگیری، فکر میکنی داری خودخواه میشی، اطرافیانت هم همینو میگن، اما این طبیعیه، چون سالها خودت رو گذاشتی نفر دوم. طبیعی هم هست که وقتی بالاخره اولویت خودت میشی اونا به هم بریزن. اما یادت باشه وقتی به دنیا نمیگی داری به خودت آره میگی. وقتی از یک محیط سمی دور میشی داری اعلام میکنی که آرامش من از هر رابطه دروغینی مهمتره. وقتی دیگه خودت رو توضیح نمیدی تازه شروع میکنی به احترام گرفتن، ولی همه ظرفیت اینو ندارن، چون نبود تو زخمای خودشونو جلوی چشمشون میاره. سکوتت اونا رو لو میده و اینجاست که شکستگی و جدایی اتفاق میفته. درد میاد، تنهایی میاد، احساس از دست دادن میاد، اما در اصل تو چیزی رو از دست نمیدی، داری آزاد میشی. اما بعدش چی میاد؟ بعدش تولد دوباره، یه زندگی جدید، جایی که دیگه برای تکه های کوچیک محبت نمیجنگی، جایی که دنبال بازی های ذهنی نمیری، دیگه با جای خالی پر از تظاهر قانع نمیشی. از اینجا به بعد فقط چیزایی رو میپذیری که با آرامش و حقیقت هماهنگه. و اگه تا اینجای حرفها با من همراه بودی، یعنی یه بخش از وجودت آماده است برای این تغییر. آماده است بفهمه که عشق واقعی به خودت از لحظه‌ای شروع میشه که خودت رو انتخاب کنی، حتی اگه به قیمت تنهایی تموم بشه. حالا ازت میپرسم آماده‌ای برای آزادی درونیت، حتی اگه شده طرد بشی یا قضاوتت کنن، باز هم خودت رو انتخاب کنی؟ اگه این حرفا به دلت نشست توی کامنت ها بنویس من آرامشم رو انتخاب میکنم، چون همین جمله میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه. و اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد لایک و سابسکرایب فراموش نشه که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.